سرعت از گذشته تا به امروز همیشه دغدغه آدما توی انجام هر کاری بوده و به نظر من خیلی از پیشرفت‌ها به خاطر همین مسئله است و این محصول هم آینده تکنولوژی جابجایی اطلاعات و ذخیره‌سازی. به شخصه خیلی از تایم کاریم درگیر رندر گرفتن از پروژه‌های مختلفم و این نشون میده آدم صبوریم، ولی به واسطه پروژه‌های انیمیشنی و مراحل مختلف پست پروداکت که هر پروژه مرتبط با خودش هستش، حجم زیادی از انرژیم صرف جابجایی اطلاعات بین بچه‌های تیم میشه و یه وقتایی کلافه کننده است. تقریبا توی 2 هفته‌ای که این محصول وارد مجموعه شد، تأثیر خیلی زیادی رو حس کردیم. در کنار عملکرد خیلی خوبش، خیلی ظاهر مینیمال و شیکی هم داره. عکاس، تصویربردار، تدوینگر و هر کسی که توی حوزه مدیا فعالیت داره، این محصول خیلی کارآمد. در حال حاضر هم نه فقط برای جابجایی اطلاعات، بلکه خیلی پروژه‌مو دارم روی همین SSD می‌بندم. اگه شما هم مثل من دوست دارین که سرعت بالاتری توی انجام پروژه داشته باشین، حتما SSD اکسترنال ADATA رو با گارانتی آونگ تهیه کنین، چون